مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که اموالشون رو در راه الله سبحانه و تعالی خرج میکنن مانند چی است؟ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. کسانی که در راه الله خرج میکنن $1، $1، $1، $1 مانند این است که یک دانه گندمی رو در زمین چیکار بکنن؟ کشت بکنن. بله. این دانه گندم سبز بشه، 7 خوشه بده این دانه، در هر خوشه ای هم 100 دانه گندم باشه. یعنی چی؟ $1 $1 شما در راه الله خرج کردید، این رو الله سبحانه و تعالی مثل یک کشاورزی که دانه ای رو کشت میکنه، این رو برای شما الله کشت میکنه. این یک، حالا یک هرچی که باشه، این یک میشه تبدیل به یک شاخه ای که در او 7 تا خوشه است. بله. هر خوشه ای چند تاست؟ 100 دانه در اوست. چند تا شد؟ 700 تا. بعضیا از مفسرین گفتن که این آیه در مورد کسانی است که در راه خدا در جهاد خرج میکنن، و بعضی از مفسرین اکثرا میگن که در همه به اصطلاح صدقات و انفاقی که در راه الله باشد شامل این به اصطلاح اجر و پاداش میشه. $1 شما یا $1 شما تبدیل میشود در نامه اعمال شما به چند تا؟ به 700 تا. چه بسه کسایی که به میلیون و میلیارد میده. ماشاءالله. والله یضاعف لمن یشاء. به این اندازم کافی نیست شما مثلا حالا 700 تا شد، خداوند برای هر کسی خاص باز بیشترش میکنه. بعضی بندهای نازدانه الله هستن، بنده نازدانه که شدی خدا، مگر خداوند از خزانه خداوند کم میشه چیزی که به کسی بده؟ چیزی که خاص بهش میده. مانند عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی که در غزوه تبوک وقتی که انفاق کرد، همه پرچش اسلام رو مجهز کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بعد از این عثمان هر کاری بکنه به او ضرری نمیرسه، آخر میبینیم به مقام رفیع شهادت نائل میشه. بعضی بندای نازدانه خدا هستن، این بندای نازدانه رو خدا میگه والله یضاعف لمن یشاء. شما $1 خرج کردی، منم $1 خرج کردم. $1 شما فردا در نامه اعمال شما میشه مثلا $1,000,000. $1 من در نامه اعمال من همان $1 میماند. چرا؟ خداوند است. این درون رو میبیند، نیت رو میبیند که نیت من از این خرج کردن چیست، نیت شما از این خرج کردن چیست. والله واسع علیم. خداوند انقدر وسیع است، رحمتش، مغفرتش، عطایش که شما اصلا نمیتونی تصور بکنی. علیم است، از درون تو خبر داره، آگاه است. به خاطر همین به همان اندازه‌ای که اخلاص تو بیشتر، بله. عطای خداوند بیشتر خواهد بود.